هم نقلیات هم چی بوده از اون خونیش دانش این هم خیلی هست حاضر به همین هم سعودی خود نمیتین با مبلغ باز زیاد کنن اگر بسیارتری ها با طرف های رسیق خسته رفتن میگیرن اینجا چیکار میکنن مبلغی که در اینجا میسپورن همین مبلغ میتونن در دیگر دولت خونده بیارن لیکن علم دانش باید خوبتر بهتر برای همین یکم درجهش برای علم دانش است نرخ برشان لازم نیست کارخانه‌ای که زیدی این حسابی شده است این همین هم برای مسئله نرخ و نوای بلند رفتن و پایین رفتن خیلی برای منزل اون خدر خیلی ندارد لیکن نقلیات خودش هم همه خیلی هست نرخ و نوایش یکشون شستیم باشه دوستون میگیرد این اکن بردارد نبردارد هر داشت یک شده من همچون فرزنده من همیشه بخون میشن نرخ و نوایش هر روز برداشتن گیرد این برای بهبودی خلق این خوب نیست این اکن وابسته با بلند شدن نرخ‌های جهانی نام تاثیر همون ارزهای خارجی خدمت رسانی من نشده گیرم خیلی زیاد شوی ممکن مزد معاشی صحیح بودجه تاثیرش که مردم بفهمد که این بلند شد با همین نگاه کرده این سوهای هم نقشه با بلند بکنه این بعضی ساختارها به فکرم این عملی به اون جایی دهشت‌آور نیست نرفات چقدر پس جواب کنه بخون نرفات همه یخی کارگر نیست کار نیست بار نیست مشکل میشه یک چیز دیگه رو کنم نکنم حالا خلق باید خیم میشه ملوجش باشه قبل دسته بکنم اوزیرم پریدیل اوزیرم شریستر بالا نکن بشه رو به خلق رو کنم اما فقط اشکم باش بالا پنسیه پولی میدونه چند نمیرسه یک سنی میتواد نیکی بیشتری با نیست خیلی بسته کاری مردم چی خیلی میشن هست از زندگی که سطح زندگیشون بده خیلی او ممکن کمتر ضرر برسونه هست از آدمایی که سطح زندگیشون بالا خیلی کار میکنن خیلی ضرری هم نمیرسونه ساز خیلی حکومت چند قیم مقرر کنه وظیفه را شبان نکی باید پرداخت نمیمونه Какой комментарий? Расти будет, никуда не денется. Просто надо зарплаты повышать. Налоги поднимают, а где зарплаты, где пенсии, где это все. Все будет расти. Бензин растет, курс растет, соответственно, все товары будут расти. Раз все будут товары расти, населению становится недоступно. Где они деньги получают? Зарплату получают. Зарплата на одном месте стоит. Значит, сокращается возможность потребления, значит, беднеет народ на самом деле. ما شرایط نداریم که همین آب قیمت شه پول اندازش سپردن نمیتونیم همین میخواهیم که از کلانترها التماس که همین آبمون قیمت نشوه همین خواهش داریم ما همین کلانو مرشد پولی هم همین قیمت شده است ما تماما زورمون نمیرسه به همون هم همین ما 170 دیرم دو سامان میگیرم زچی نمیتیم ترالبوس هم میخله سیم اتوبوس هم میخله از کلانو التماس داریم که همین چورش بینن معاش کمه بسیار بکران زنده پسته اکرام میشه بالا میکنن کی پولش میرسه زورش میرسه خیلی لگو دیگه خیلی واسه با حکمت دوره پس گفتای من نه پس میشه بالا پیشکی هم میگه فهم میگه روزی وای معاش نخزل نخیسته بسیار خلق نمیکن 20 سال 50 سال کار میکنن 200 تومان میگیرن نفقه اصلا بکران و اگه وای تو با 200 تومان میگیرن تو که عقبت زنده این هم چی بشه نمارم دیگه که اینا باید که مبارک مدار کرد عدیث خواهد چی نمیاد خیلی نرخ همه مرسوط ها رو ارزونتر کنم میشه واقعی یکی اونو شوکیمون دا فرایمون های ما در یک جای هستیم که اونو شوکیمون هست در دهات ما دهات از زندگی لیکن نرخ همه مرسوط ها رو ارزونتر کنم میشه